حالا شما میتونید حتی مادر محترم نه، فقط شما و یکی از فرزنداتون. اگر خدا به شما نعمت داده و دارای چند فرزند هستین، باید لطف کنید برای هر فرزندتون یه قرار جداگانه بذارید. دومی میشه قابل پیش بینی بودن، مستمر و منظم. مثلا میگی چهارشنبه هر هفته، یک شنبه هر هفته، که طبق سرشلوغی شما و تعداد فرزنداتون در بهترین حالت هفته یه بار و در بدترین حالت میشه ماهی یک بار. با رعایت این مرامنامه نوجوان شما میتونه روز شماری کنه برای که به قرارش با شما برسه و میگه من تو چهارشنبه قرار اختصاصی با بابام دارم و خدا میدونه چقدر این حالشو خوبه. خود شما میتونید برنامه‌هاتون رو تنظیم کنید که تو اون قرار تمرکز بیشتری داشته باشید. مرامنامه سوم میگه باید بیرون از خونه باشه و حتما طی یک برنامه ایجاد شده باشه. خواهش میکنم ازتون با یه حضور تخصصی تو خونه، با پیژامه و زیرپوش، یا برنامه هایی که از قبل روتین داشتید، مثلا تعمیرگاه میرید، کارواش میرید، یا حتی قرارهایی که با رفیقاتون دارید کارو جمع نکنید، یه قرار جدید بذارید. مثلا میگید ما تو اون قرارمون 10 دقیقه یک رو پیاده میریم سر کوچه، از سوپرمارکت بستنی عروسکی میخوریم و با هم صحبت میکنیم. نیاز به گفتن نیست، شما خیلی باهوشید، میدونید که تو این قاعده باید از قاعده قبلی که عرض کردیم، یعنی شنوای فعال، استفاده کنید. ببینید اگر این پازلا کنار هم قرار بگیره و قرارای شما بره جلو، نوجوان حرفایی که یه گوشه نگه داشته و به کسی نگفته میاره بالا و با شما در میون میذاره. حالا شما میتونید ادعا داشته باشید که رابطه صمیمی و عمیقی با نوجوانتون دارید. برای اینکه راهنماییتون کنم یه لیست به تفکیک آقا پسرها و دختر خانمها تو کپشن نوشتم. من یه معلمم، میخوام راهنمایی کنم با هم دیگه تعامل با نوجوان رو بهتر یاد بگیریم.